درود به شما. ما سپاسگزاریم از جناب آقای اکبری، دستون درد نکنه تشریف آوردین. بعد الان سرتاسر دره از چشمه بلود تا جایی که آبخیز برای چشمه گفتگو هست با همدیگه دیدیم که اینجا به چه صورت در بیاد. الان فیلم این حال و روز فعلا چشمه رو ببینین. بعد از اینکه این عزیزا آمدن و کاری که صحبت شد رو انجام دادن، هم باز فیلم میگیریم با این یکی مقایسه کنیم ببینیم چقدر کاربردی‌تر شد، چقدر بی‌نسازی شد. این سیل خراب کرده یا اینجا لودر زیاد بار برداری کرده دوباره تراز میشه، میز صندلی‌ها درست میشه، این بار برداری ها. و بعد اون جلو جای چشمه هم آتشکده درست بشه و کار دیگهش و سرتاسر این اون وقتم خواهید دید اینجا رو. و ما سپاسگزاریم از آقای دکتر مهدی یعقوبی بقیه دستاندرکارها که کمک میکنن تا اینجا بهینه‌سازی بشه، برای مردم استفاده بیشتری بتونن از محیط ببرن. و بعد خواهید دید که چه کارو زیادی اینجا انجام میشه و چقدر تغییر میکنه. اینجا قشنگتر و کاربردی‌تر میشه دیگه. بهتون بدرود میگیم و تا ببینیم چی پیش میاد. کجا بردی؟ خدا نگهدار.